سلام علیکم از شهر لواکان مردم شریف تاجیکستان. در اکران محمد جان کبیروف، یک ریشه حرام مویدین کبیری. محمد جان تو مرا خشوار میشناسی. 2 سال پیش ما گپ زده بوده. نو تو نودام نومرد سخن کردی بودی که ایسو قفای بگر یا بوریگا مویدین کبیری را پالیتیکا کلیسا میگوی جواب میدی. نابود میشه. چلکی حوزی خواهر لیلا را مراجعت کسی که اگر یه بوریگا میبروی گپ میزنی پول خود نابود میشه. کی میدونه در جای خواهر لیلا؟ آخرین باری که برام گپ زدی محمد جان برای کروپسیا بعد رادیو زودی را موندی و سگوری جاکیدی رنگی مویدین کبیری. محمد جان 2015 شما سگوری جاکیدیسی حکومت زیناکار گفتیسی کروپسانر گفتیسی. نو ما دیدیم شنیدیم کی بوده کروپسانر کی بوده زیناکار خواهر لیلا ینگای خودت برام حقیقت گپ زد که فرزندای مویدین کبیری زیناکار و مویدین کبیری خودت کروپسانری. 2 سال پیش محمد جان من گفته بودم که یک بیزنسی که 8 بیزنس داره مویدین کبیری یک بیزنسش 4-5 میلیون یورو میشه. یکی مرا هیچ که باور نکرد. ایدهانی کلمی خودش ما شنویدیم. من حقیقت گپ میزنم مردم شریف تاجیکستان. من پروستا رنگی محمد اقبال حسین اشور نمیبرم سگواری بجاکم. چیزی که ما میدونم برام در گپ زدیستم و هر یک سخنم جواب میدم مردم شریف تاجیکستان. محمد جان آیا راست میگه خواهر لیلا که فرزند کبیر زیناکاره؟ همت خپین حقیقته میترسی. واد کی بوده بانام مخالف تاجیک زیناکار کروپسانی کی بوده؟ چی با نمیبوره گپ زنی؟ چی با نمیمونه خواهر لیلا حقیقت بوره گپ زنه؟ چی با؟ یک خونه 120,000 دلارش خریدین تمام؟ من گفتم بودمش که ببرو گپ زن میلیونو یورو طلب میکنیم ای مویدین کبیری. من نمیدونم در جای وزی و فکر ما زنده نیست. محمد جان کبیروف رنگ خوک شده ای رنگ پدر شده ای کلا ربی 2 سال پیش تری نبودی بالا بول تو رنگ بچه کرما شریف هستی ای پشتیکران رنگی پرستیتوتکا میجاکی اگیا یفت پولایی که امروز شما در اروپا خورده گشتین اولادی حرام خدا میگو که کبیری آدمی حق است توزیع کروپسانر نیست. 4-5 میلیون یورو اگجا یفت اگر پالیتیک میبود از گجا یفت محمد جان کبیرو زدن خود ختون گشته بانم مخالف تاجیک. 2015 در آخری گپ گفتنی هستم مردم شریف تاجیکستان به فقط دلیل برآمدن حکومت تهمت کردیستند زیناکار و کروپسانر شما فریستند. نو کی بوده زیناکار و کروپسانر همت دیدین. من ویدیو رو چند بار ماندیستم. خواهر لیلا کلینی کبیری 10 ویدیو باید میکرد نابود شید. من گارانتی میتونم که زنده گوش خواهیه این همی آدم که در روی اکران دیدیست این مرا مراجعت کردگیه مرا مراجعت کردگیه که تا کودک گوره بیتا بپرانم. دوستان عزیز آیا شما نمیدونین کی هستن بانام مخالف تاجیک؟ همش باندیتن. این بانام بلوگری 80% بلوگراتون. من حقیقت گپ میزنم دیدیسین همه شنویدیسین بانام مخالف تاجیک جواب میدین. من گفته بودم ای بو میگم من گارانتی میدم هر یک کپیکا من برمیگردونم بودجت جمهوری تاجیکستان. آبشی پولی که پدرت دیزده گرفته گرد پولی مردم
56 میلیون یورو میسته. حساب کنید چی میگه خواهر لیلا و 8-9 بیزنسی کبیری را هم پولی گفتگی ما میبره. بانو مخالف تاجیک هر یک کپی که ما بار میگردانم و فکرم شما مرا فهمیدید. بانو مخالف تاجیک